بنا به اطلاع فسبی روسیه تنها در 4 روز اول بعد اعلان موبیلیزاسیا بیش از 261,000 نفر ترک این کشور کردند. نشریه نووای گازتا با نشر این امور نوشته است که در ماموریت پرزیدنت روسیه به طور جدی مسئله بستن مرزها را هم بررسی کردند. درباره اینکه 100,000 نفر از شهروندان به خاطر فرار از رفتن به جنگ اوکراین ترک کشور کرده ایستادند، پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین نیز خبر دارد. در پی اعلان موبیلیزاسیا نرخ پروازها از روسیه 10 مرتبه بالا رفت. نرخ پرواز تا انطالیا و استانبول 400-500,000، تا دبی 300,000 و از سوچ تا ایروان که همگی 1 ساعت پرواز است نرخ چپته تا به 355,000 روبل رسیده است. آن ساکنان روسیه که زورشان به چنین چپته‌های گرانبها نمیرسد مجبور شدند که به خطرهای نسبتا ارزانتر به مثل خوجند و دوشنبه یا بشکک و تاشکند چپته پرواز بگیرند. نرخ پرواز به سمت آسیای مرکزی نیز در روزهای آخر تا 10 مرتبه بالا رفته است، ولی در مقایسه با قیمت پرواز به ایروان و دبی و استانبول از 60,000 تا 100,000 و 150,000 روبل که این شب و روز برای پرواز از روسیه تا آسیای مرکزی میپرسند به نظر ساکنان روسیه بازم با انصافتر می نماید. آنهایی که زورشان به این نرخ هم نمیرسد، کسی با ماشین و کسی حتی پای پیاده در مرزهای زمینی روسیه با بلاروس و گرجستان و ابخازستان و قزاقستان و حتی در مرز با مغولستان نوبت‌های چند کیلومتری را به وجود آوردند. مقامات مغولستان گفتند که در روزهای آخر شماره ساکنان روسیه که از مرز این کشور عبور کردند 3 برابر افزوده است. از قرقیزستان خبر آمد که بعد بازی رفیقانه تیم فوتبال این کشور با تیم روسیه 5 کارمند فنی تیم ملی روسیه از بشکک به مسکو برگشتند. قزاقستان گفت تنها 27 سپتامبر 94,000 نفر از روسیه مرز این کشور را عبور کردند. شماره فراریان آنچنان زیاد است که آنها را در شمال قزاقستان در تاخانه‌ها و مکتب‌ها و حتی کودکستان‌ها جای کرده ایستادند. ساکنان تاجیکستان و قرقیزستان و ازبکستان نیز از فرو ریختن فوج گریزه‌ها از روسیه خبر می‌دهند. این شهروندان فراری میگویند اساساً به 2 سبب ترک کشور خود کردند. یکم نمیخواهند در جنگ بیمانی در روسیه کشته شوند، دوم نمیخواهند کسی را در این جنگ بیمانی بکشند. در پی فرو ریختن گریزه‌ها از روسیه نرخ میمانخانه‌ها و خانه‌های اجاره و طلبات به منزل‌های اجاره در کشورهای سابق شوروی به کرات بالا رفته است. بنا به گزارش نشریه اربکان نتویژم است طلبات به اجاره روزمره خانه‌ها در روزهای 21-27 سپتامبر در مقایسه با 1 هفته قبل یعنی روزهای 14-20 سپتامبر در قزاقستان 32 مرتبه، در تاجیکستان 22 مرتبه، در قرقیزستان 15 مرتبه، در ارمنستان 6 مرتبه، در گرجستان 5 مرتبه، در بلاروس 2 مرتبه افزوده است. در تاجیکستان بنا به خبرها در میمانخانه‌های دوشنبه، خوجند، بوستون و شهرهای دیگر یگان حجره خالی نمانده است. حتی در میمانخانه‌های گرانبهای حیات ریجنسی در اینجا اعتراف کردند که به سبب فرو ریختن میمانان زیاد از روسیه حتی حجره پرزیدنتی را که از همه گرانبهاست به اجاره گرفتند. ریلترها میگویند در شهرهای بزرگ تاجیکستان تقریبا یگان منزل برای اجاره خالی نمانده است. بسیاری از ساکنان تاجیکستان از هموطنان خود خواستند که نسبت به شهروندان روسیه که به تاجیکستان آمدند از حد اکثر احترام و با مهمان نوازی خاصه مردم تاجیک کار بگیرند. آنها از خوشی رو به گریز نآوردند. می نویسد کاربر تاجیک از رهبران اول منطقه مسئله هجرت عمومی ساکنان روسیه را پرزیدنت قزاقستان قاسم جمارت توقایف شرح داد و گفت به آنها باید دست کمک دراز کرد. مقاله قزاقی میگوید مناسبت خوب با همسایه کفالت خوشی و آرامی است. از همه مهم حفظ رضایت با همسایه هاست. روزهای آخر مردم زیادی از روسیه به کشور ما میآیند. آنها از ناچاری رفته ایستادند. ما باید نسبت به آنها غمخوری کنیم و امنیتشان را تامین نماییم. این یک مسئله سیاسی و انسانی است. من به حکومت دستور دادم تا چاره‌های ضروری را بیاندیشند، گفت توقایف و افزود مقامات قزاقستان با جانب روسیه مذاکره خواهد کرد تا این مسئله به نفع قزاقستان حل شود. در حالی که نرخ پروازها از روسیه تا 10 مرتبه بالا رفته است، به روسیه میتوان با قیمت حتی $100 هم سفر کرد، ولی شماره خواهشمندان سفر به روسیه در این شب و روز به شدت کاهش یافته است. به ویژه در بین آنهایی که شهروندی روسیه دارند، این مردم چپته‌های خریده خود را به صورت عمومی برگردانیده ایستادند.
زیرا میگویند آنها خواهش یا حوصله در این وضعیت اساس به روسیه رفتن و در آنجا به موبیلیزاسیون افتادن و به جنگ اوکراین رفتن را ندارند. یک ساکن آسیای مرکزی از داخل هواپیمای رویی روسیه ویدیوی کوتاهی را نشر کرده است که در این ویدیو دیده می شود که در یک هواپیمای بزرگ غیر این مرد و پسر خردسالش دیگر کسی نیست.